سلام علیکم، امیدوارم که حالتون خوب باشه، نور و امید تو زندگیاتون روشن باشه. موج بزرگ آنفولانزا دوباره تو کشور شروع شده و منم از این موج جا نموندم. خیلی سرماخورده طورم، علائم سرماخوردگی رو دارم، ولی خب بعد میومدم باهاتون صحبت میکردم دیگه. تجربه جدیدم از جلسات تراپی، دوباره تراپی کردم، با اینکه خیلی مردد بودم از این موضوع که برم نرم، دوباره از سر بگیرم جلسات و پیش همون تراپیست قبلی برم، پیش یه تراپیست جدید برم. خلاصه میخوام بهتون بگم که با همه دو دل بودنم دل و یک دله کردم و رفتم و دیروز جلسه دومم بود. جلسه اولی فقط نانستام من صحبت کردم و یه آپدیتی از این یک سالی که نرفته بودم بهش دادم. توی جلسه دومم بهش در مورد شهودم و اون چیزهایی که در زندگی اذیتم میکنه و چیزی که توی زندگی خیلی ازم انرژی میگیره صحبت کردیم با هم دیگه. برام خیلی عجیبه که وقتی میرم توی اتاق درمان و میام بیرون یه حالت گنگ بودن و منگ بودن بهم دست میده، انگار که مثلا چیزی مصرف میکنی. این حس و حالم نمیدونم واسه چیه و میخوام ازش بپرسم که چرا من بعد از جلسه های درمان اینطوری میشم. قبلا هم همینطوری بوده ولی فکر میکردم به خاطر هیپنوتراپی بوده که انجام داده، یعنی اصلا سرم سبک میشه، هوشیاریم کم میشه، اصلا یه طور عجیب غریبی میشم. واقعا سطح هوشیاری میاد پایین و به نظرم خیلی عجیبه که بعد از جلسه تراپی سطح هوشیاری آدم بیاد پایین، معمولا باید بالا. چیزی که خیلی اذیتم میکرده واسم جالب بود این بود که من خیلی وقتی که دارم یه چیز رو توضیح میدم و تعریف میکنم از این شاخه میپرم به اون شاخه، مثلا تپ‌های بازی که توی ذهنمه رو سعی دارم همه رو نشون بدم به همه و از هر کدومش یه تیکه رو بهش میگم و خیلی عجیب بود که من توی این دو جلسه اصلا در مورد این موضوع باهاش صحبت نکردم، یعنی اصلا خودم متوجه این موضوع نشده بودم. میدونستم که پرش ذهنی دارم و نمیتونم مثلا متمرکز یک چیزی رو سریع براش توضیح بدم، ولی بهم گفتش که ببین قبلا هم بهت گفته بودم یه موضوعی رو و ازش عبور کردی و گفتی که مسائل مهمتری هست که بهش رسیدگی کنیم، فعلا از اون بگذر و دغدغه من توی زندگی اون نیست. ولی الان میبینم که چیزی که تو رو خیلی درگیرت میکنه و باعث میشه که یه سری چالش های تکراری توی زندگی تو به وجود بیاد، این اتفاقیه که هی میخوای ایگنورش کنی. همون چیزی که فکر میکنی واسط مهم نیست اتفاقا خیلی هم واسط مهمه. شروع کرد به توضیح دادن، یعنی می‌خواست بگه آقا اون چیزی که فکر می‌کنی واقعا تاثیر نداره دقیقا همون چیزه تاثیر داره. و حالا قبلش یه سری مسائلی در مورد خانواده و ایناها رو مطرح کرد و بعدش به این رسید که آقا تو می‌خوای همه کارها رو با هم دیگه انجام بدی و به خاطر همینه که هیچ موقع نمیتونی یه کاری رو کامل به پایان برسونی و ازش خسته میشی. مثلا وقتی که می‌خوای پیج یوتیوب بزنی سه تا ایده توی ذهنت، می‌خوای هر سه تا رو با هم دیگه پیش ببری، یا حتی وقتی می‌خوای صحبت کنی دغدغه‌ها و مشکلاتتو بگی از هر کدوم یه تیکه واسه من تعریف می‌کنی، از این میپری رو اون یکی، از اون یکی میپری رو این یکی. باید تمرین کنی که یک موضوع رو انتخاب کنی و در مورد اون صحبت کنی و بعد از اینکه صحبت در مورد اون تموم شد بری سراغ مطلب بعدی. این رو در قالب زندگیت و تمام مسائل باید بستش بدی. وقتی که میخوای یه کاری رو انجام بدی تو نمیتونی همه رو با هم دیگه استارت بزنی، خب این باعث میشه که انرژی تو بین اون چند تا کار پخش بشه و تو نتونی بهترین تو واسه اون یک دونه کار بگذاری و باید یکی از اینها رو انتخاب کنی. بعد گفتم به خودم، داشتم اونجایی که داشتم میگفت خودم گفتم که آره راست میگی، مثلا من پریش ذهنی دارم، فکر نکنم وقتی واسم مهم باشه و دغدغه زندگی باشه و فلان و اینا. بعد اومدم واقعا جلسه بیرون گفتم بذار تمرین کنم، مثلا یک کاری رو انجام بدم، یک دونه رو انتخاب کنم. من توی انتخاب کردن اون یک دونه مسئله من لنگ میزنم. مثلا من قراره که از بین این سه تا پیجی که دارم یکیشو انتخاب کنم، روی یکیش کار کنم. نمیتونم انتخاب کنم از بین این سه تا، دوست دارم رو هر سه تاش کار کنم و وقتی که انتخابشون نمیکنم حس عقب موندن به من میده، از یک داستانی عقب موندی، جا موندی تو رنج. و اصلا فکر نمی‌کردم این در قالب یک مسئله مهمی تو زندگی باشه، که همه آدم همینطوریان، دوست دارن همه چیزو با هم پیش ببرن، ولی کمال‌گراییه این، واقعا کمال‌گراییه و کمال‌گرایی از آدم انرژی میگیره و به اهمال کاری میرسه. یعنی باعث میشه که به طور ناخودآگاه تو توی طولانی مدت اهمال کار بشی، انرژی تو نکشه که همه اون کارها رو با هم دیگه هندل کنی و مثلا بعد از یک ماه دو ماه از انجام اون کارها خسته بشی و بگی که آقا خب اوکی به نتیجه نرسید پس میذارمش کنار. چون فشاری که اون سه تا کار چهار تا کار روی تو داره میاره خیلی بیشتر مسلما از این که تو بخوای تکی اونها رو جلو ببری. این باعث میشه که هیچ کدوم از اونها به نتیجه نرسه و تو همشون رو رها کنی و توی ذهنت به خودت بگی که آقا من هر کاری رو که شروع میکنم به نتیجه نمیرسونم. این بحث کمال‌گرایی و پرش ذهن و این داستانا رو بگذاریم کنار. یک موضوع مهم‌تر این که آقا من واسش توضیح دادم که من یه سری چیزها رو تو مدیتیشن می‌بینم یا یه سری داستان‌ها رو حالا مثلا حس می‌کنم و اصلا به خودم اعتماد ندارم که اینها واقعیت هستن، این حس‌ها، این دیدها، این شهودها واقعی هستن و گاهی اوقات فکر می‌کنم که اگر بخوام به اینها توجه کنم دارم به سمت بیماری مثلا حرکت می‌کنم. مثلا وقتی که حس می‌کنم یه صدایی رو یا حس می‌کنم یک اتفاقی رو، اون مسائل متافیزیکی رو اگر بذاری کنار، فکر می‌کنم که آقا دارم دچار اسکیزوفرنی میشم. نمیتونم اعتماد کنم به این داستان‌ها.
و گفتش که اصلا تو علائم اسکیزوفرنی یک دونه‌شو داری در خودت مثلا می‌بینی و میگی که اونو بولدش کنی و ربطش بدی، در صورتی که اصلا کسی که اسکیزوفرنی داره اینطوری نیستش. کلا تو اون دنیای فانتزی خودش داره زندگی میکنه و با اون صداها، با اون اتفاقات، با اون وقایع خو گرفته و هرچی هم که از بیرون بهش میگن نمیشنوه. اون فکر میکنه اون صدای واقعیه، ولی تو داری میگی آقا این داستان، کسی که با تو صحبت میکنه صدای اون رو میشنوی، کسی که با تو صحبت میکنه حرف اون رو میپذیری، پس تو نمیتونی گزینه اسکیزوفرنی باشی. چرا انقدر دوست داری رو خودت عیب بگذاری؟ دیگه گفتم که خب خدا رو شکر پس میتونم بیشتر به این مسائل اعتماد کنم. نکته مهم دیگه ای که میخواستم بهتون بگم دلیل انتخابم همین تراپیستم. من قبل اینکه دوباره برم پیش این آقا قبلی گفتم که من وسواس داشتم، با هیپنوتراپی وسواس منو کاملا درمان کرد و کلا تخصصش توی هیپنوتراپی و مسائلیه که مرتبط با هیپنوتیزم و این داستانا میشن و علم مسائل کوانتومی و اینها رو داره و خب خیلی واسم جالب بود که من وقتی علاقم به این سمت و سوق میره، پس این آقا هم خیلی به علاقه من نزدیکه. قبل اینکه اینو انتخاب کنم چند بار دیگه تلاش کردم، پیش چند تا روانکاو دیگه رفتم، ولی متاسفانه نتونستن منو راضی کنن که توی طولانی مدت باهشون ادامه بدم این مسیر رو. مثلا چه میدونم، رفتم یه جایی داشتم باهاش صحبت میکردم و اینها، بعد ته جلسه من گفتش که ها یه کاغذ بردار، یه قلم بردار، خوبیاتو بنویس، بدیاتو بنویس، اینطوری کن اونطوری کن. یه سری چیزایی بهم گفت که مثلا توی خودشناسی مسائل ابتدایی و اولیه بودن و به نظر من اونقدی جالب توجه واسه من نبود که حالا شاید واسه یه آدمی که از صفر میخواد شروع کنه و خودش رو نشناسه خیلی کمک کننده باشه، ولی اصلا واسه من که نصف راه اومدم میخوام بقیه مسیر رو برم جلو و حالا دیتاهای ارزشمندتری از اون فرد مقابلم انتظار دارم که به من بده، نمیداد دیگه. خب چند تا آدم رو امتحان کردم، تجربه ناموفق بودن توی تراپی و تصمیم گرفتم که دوباره برم پیش تراپیست خودم. آویشن ما هم رسید و بریم ادامه ماجرا. یه چیز دیگه میخواستم در مورد قدرت وداع کردن بگم بهتون. ببین، یک موضوعی که در مورد من وجود داره و خیلی اذیتم میکنه اینه که من همیشه در مورد هر موضوعی که اذیت کننده هستش میرم اطلاعات جمع آوری میکنم و سعی میکنم اون اطلاعات رو به دیگران انتقال بدم و میفهممشون، حتی یعنی انقدر خوب درکشون میکنم و میفهممشون که میتونم انتقالشون بدم، ولی در مورد استفاده کردن اون مسائل برای خودم فلجم. یعنی مثلا من یک تایمی یه کتابی رو گرفته بودم که بذارین برم بیارمش، اجازه بدین. ویدیو میخوام بگیرم، 1000 تا اتفاق میفته، شارژ گوشیم تموم شد، مجبور شدم بلندگو رو ازش قطع کنم و بلندتر صحبت کنم و بقیه داستان رو بدون بلندگو بریم. اگه نویزی چیزی هم از بیرون بود ازتون عذرخواهی میکنم. جای داستان بودیم اینجا که من رفتم این کتاب آوردم و خواستم بهتون معرفی کنم. تا قبل از خوندن این عیبی ندارد اگر حالت خوش نیستم، بلد نبودم از وقایع ناراحت کننده درست عبور کنم. درست عبور کردن یعنی چی؟ یعنی واسه یک مسئله که ناراحتت میکنه سوگواری کنی و بتونی زمان بگذاری واسه ناراحتی کردنت. یعنی اصلا اشکال نداره که آقا تو سر یه مسئله‌ای که ناراحتی اصلا تایم زیادی ناراحتی کنی. اون ناراحتی کردنه قسمتی از مرحله عبور کردن تو هستش، ولی من این نمیفهمیدم. همیشه به خودم خورده میگرفتم چرا انقدر روی این قضیه گیر کردی؟ بپر برو دیگه. اصلا سوگواری کردن چیه؟ باید آدم قوی باشه و سریع از یک چیزی عبور کنه و بره سراغ مسائل دیگه زندگیش. نه، در صورتی که تو آدمی، تو ربات نیستی، تو احساسات داری. فکر میکردم این کتابو که خوندم یاد گرفتم آقا که سوگواری کنم، یاد گرفتم واسه مسائل ناراحت کننده ناراحتی کنم و اینو پذیرفتم و دارم در زندگیم اجرا میکنم. تا اینکه اومد به من گفتش که نه، تو یاد نگرفتی وداع کنی، تو سر این ماجرا و این ماجرا و این ماجرا وداع نکردی و این وداع نکردنه باعث شده این اتفاقات توی قالب‌های مختلف برای تو توی زندگی مجدد رخ بده تا تو دوباره به این برگردی که چرا این اتفاقات داره میفته. به خاطری که اون داستانه کامل برای تو تموم نشده، تو باید کامل یه پکیج داستانی رو ببندی بذاری کنار تا درست رو از اون گرفته باشه و وقتی که درست رو از اون نگیری هی برات تکرار میشه تا اون درس رو بگیری. پس باید وداع کنی، بذاری کنار. و اونجا بود که معنی و مفهوم وجود تراپیست رو در زندگی درک کردم. گفتم که ماها همیشه فکر می‌کنیم وقتی یه سری چیزا رو توی کتابا بخونیم، یه سری اطلاعات رو بدونیم، یه سری مقاله‌های چیزی رو یاد بگیریم و اونها رو تو زندگیمون پیاده کنیم، موفقیم، آدم‌های موفقی هستیم. درسته ما تو مسیر رشد داریم قدم برمی‌داریم، اما یه چیزی وجود داره به نام نظاره‌گر، کسی که از بیرون ما رو داره نظاره میکنه و ببینه که آیا ما اون اطلاعاتی که داریم یاد میگیریم رو میتونیم برای خودمونم استفاده کنیم. فهمیدن و دونستنش یه چیزه، استفاده کردنش یه چیزه. آیا حالا که داری استفاده میکنی درست داری استفاده میکنی یا خیر؟
و این رو کسی به غیر از درمانگر تو نمیتونه توی تو تشخیص بده. هر چقدر که تو فکر کنی اونو داری در مورد خودت استفاده میکنی و به کار میبری. موضوع مهم دیگه ای که بهم گفت این بود که من همیشه اینطوری هم که حتی در مقابل آدم‌هایی که بهم بدی میکنن نمیتونم ریاکشن خاصی نشون بدم و میگم نباید دل طرف مقابل رو بشکنی، نباید یه کاری کنی که طرف مقابل از تو برنجه هر چقدر هم که اون بهت بدی کرده باشه. بهم گفت این کاملا اشتباهه و تو همیشه دوست داری که رول آدم‌های خوب رو بازی کنی، در صورتی که همون خدایی که تو رو آفریده 4 تا حس هم توی تو قرار داده که در کنار مهربونی، نفرت و خشم و یه چیزی هم رفته اینو داشته باشی و در مقابل آدم‌ها از اون خشم و نفرت و عصبانیتت استفاده کنی. وقتی که یک نفر داره به حریم تو تجاوز میکنه تو باید فریاد بزنی، تو باید بگی نکن، تو باید از خودت دفاع کنی که بگی آقا استاپ کن، نه اینکه بگی آقا من اینجا نشستم همه عالم و آدم بیان به من بدی بکنن و منم بگم که اوکی اشکالی نداره، من خیلی کول برخورد میکنم. کسی که داره خط قرمزهای تو رو زیر پا میگذاره و تو رو ناراحت میکنه و دل تو رو میشکونه، تو حق داری که از اون نفرت به دل بگیری، تو حق داری که در مقابل رفتار و کردار اون ریاکشن خشمگینانه نشون بدی و این اصلا اشکالی نداره و این معنیش این نمیشه که تو آدم بدی هستی، تو فقط داری احساساتتو بروز میدی. اینطوری وقتی که میخوای در مقابل همه آدم‌ها سکوت کنی، دلشون نشکنه، در واقع داری احساسات خودت رو بلاک میکنی. این بلاک کردنه یه جایی توی زندگی خودش رو نشون میده و میزنه بیرون. ببین اصلا این حرفایی که به من میزد خیلی عجیب بود، خیلی انگار که مثلا یکی توی من دست انداخته بود و داشت زخمامو میکند، اصلا جونم ریش میشد. و وقتی که از اونجا اومدم بیرون انقدر گریه کردم توی مسیری که پیاده می اومدم خونه، انقدر گریه کردم که نمیدونم چرا نمیدونم حتی از چی دلم پر بود. و یه چیز جالب دیگه بهش گفتم آقا من نسبت به یه مسائلی که تو الان میگی مهمه اصلا هیچ حسی در زندگی ندارم و فکر میکنم که اصلا این مسائل مهم نیست در زندگی منو به هم نمیریزونن ولی چرا وقتی که داری ایناها رو بازگو میکنی که مثلا در واقعیت فکر میکنم اینطوری نیستن، اینطوری میشه در درون من؟ گفت چون اینا مکانیزم دفاعی بدن توه، تو بدنت انتخاب کرده، ذهنت انتخاب کرده که اونها رو فراموش کنی و ایگنورشون کنی و کاملا نادیده بگیری و اون خاطرات رو برات پاک کرده، خاطراتی که تو رو اذیت کرده و تو به یاد نمیاری که دقیقاً منشأ اصلی این درد چی بوده و برای همین فکر میکنی که این موضوع برات بی‌اهمیته و دقیقاً در زندگی همون چیزهایی که برای تو بی اهمیت هستند و فکر میکنی که چقدر خوب که مثلا آدم‌های دیگه در مقابل این ریاکشن نشون میدن ولی من در مقابل این ریاکشن نشون نمیدم، چقدر خوب. نه اونجا بدون که ممکنه مشکلی وجود داشته باشه، نمیگم 100%، ولی ممکنه واقعا یک مشکلی وجود داشته باشه که 99% آدم‌ها به یک مسئله ریاکشن نشون بدن، تو جز اون 1% باشی که ریاکشن نشون ندی و بعد که بیان برای تو تعریف کنن درونت یه طوری بشه و بعد بری از جلسه تراپی بیرون بشینی زار گریه کنی، چون اون مسئله واسه تو 1% هم مهم بوده ولی ذهن تو اون رو پاک کرده. و خیلی عجیب غریب بود، خیلی عجیب غریب بود. باز دوباره همون احساس منگی گیجی بعد از جلسات تراپی، اینطوری هم که کلا گیجم، کلا منگم. حالا بیایم حرفامون رو یه جمع‌بندی بکنیم و ختم کلام. من بهش گفتم که آقا من چیکار کنم، از کجا شروع کنم، چیکار کنم که این چیزا که میگی اصلا درمان کنم فلان، چیکارا باید بکنم، تمام کارا که باید بکنم به من بگو. گفت تمام نداره عزیزم، گاماس با هم پیش میریم، دونه دونه انجامش میدیم، دوباره میخوای همه کارا رو یهویی با هم انجام بدی و دوباره همون الگوی اشتباه رو تکرار کنی. گفتم که راست میگی، من که متذکر شدی باشه از کجا شروع کنیم؟ گفت از فلان تمرین و فلان کار، چون که اینها خیلی شخصیه بچا، من دیگه جزءشو باز نمی‌کنم واسه شما که چی کارا گفته انجام بدی و اینها، چون برمیگره به مسائل خیلی خیلی خصوصی. شاید یه روزی تصمیم گرفتم بیام در موردش صحبت کنم، در مورد اون مسائلم، اما فعلا تا همین جای ماجرا رو داشته باشین و سعی کنین که شما مثل من نباشین، شما احساساتتون رو بروز بدین، از همه احساساتتون استفاده کنین، فقط مهربونیشو نگیرین، فقط آدم خوب بودن رو نگیرین و توی رول خودتون بازی کنین و اصلا نترسین از این که دیگران چه ریاکشنی قراره به شما نشون بدن. دیگران هر ریاکشنی که به شما نشون بدن، ریاکشن شما هم به اندازه اونها مهمه. اگر اون ناراحت میشه و داره یک ریاکشن
غیر قابل قبول برای تو نشون میده، تو هم ناراحت میشی. خوبه که بتونی خشمتو کنترل کنی، ولی نباید این کنترل کردن خشم در قالب سانسور کردن احساساتت باشه. باید اونها رو مطرح کنی در قالب عاقلانه. دارم که روزگار به کامتون باشه، دلتون شاد باشه، لبتون خندون باشه، جیبتون پرپول باشه و هر چیزی که دوست دارید بهش برسید. هر چیزی که از توی ذهنتون عبور میکنه بهش برسید، چرا که شما لایقش هستین و وقتی از ذهنتون میگذره یعنی که توانایی رسیدن به اون رو دارید. پس بوس به سرگلتون. تا ویدیو بعدی، خدافظ.